هر جنایت از ذهنی شروع میشه. به ذهن پشت جنایت خوش اومدی. در دادگاه رفتار باندی توجه همه رو جلب کرد. لباس مرتب، رفتار مؤدب و نگاه مستقیم به دوربین‌ها. پاسخهای با اعتماد به نفس و گاه تفره رفته اما دقیق به سوالات وکلای دفاع و دادستان‌ها. از نظر تحلیل روانشناسی او اینجا نقش کارگردان صحنه دادگاه رو بازی می‌کرد. هر واکنش، هر جمله به نوعی کنترل روایت رو در دست اون نگه می‌داشت. این همون مهارت باندی در تعامل اجتماعی بود. توانایی ایجاد اعتماد و همدلی حتی در شرایط شدید فشار و استفاده از اون برای نمایش هوش و تسلط خود. رسانه‌ها عاشق او بودند. مردی که قاتل سریالی بود و همزمان کاریزماتیک به نظر می رسید. باندی به جای مقابله یا انکار از رسانه بهره برد. لبخند و مؤدب بودن جلوی دوربین‌ها، مصاحبه‌های کوتاه که همیشه تصویر کنترل شده‌ای از خودش ارائه می‌کرد، ایجاد کنجکاوی و ترس همزمان در مردم بدون اینکه چیزی رو به طور کامل اعتراف کنه. تحلیل روانشناسی اینه که اون دقیقاً میدونست که تصویر رسانه‌ای میتونه قدرت اون رو چند برابر کنه. مردم میخواستن بدونن اون کیه، چرا این کار رو کرده و آیا واقعاً میتونه دوباره از قانون فرار کنه. این همون بازی هوش اجتماعیه، تبدیل تهدید به جذابیت و توجه عمومی. فیلم‌های مانند Extremely Wicked و مستندهای تلویزیونی تلاش کردن این تضاد رو نشون بدن. مردی که جلوی دوربین‌ها کاریزماتیکه اما در خلوت ذهنی محاسبه‌گر و سرد داره. این تضاد برای روانشناسان جنایی یک مورد کلاسیک سایکوپت با توانایی ماسک اجتماعی بالاست. در دادگاه وقتی از نیتانیری پرسیدن آیا مردی که در صبح 15 ژانویه 1975 در جلوی درب خوابگاه دختران دیدی به یاد دارین، جواب مثبت داد. از او خواستن ظاهر آن مرد رو توصیف کنه. نیتا گفت موبینی برجسته و آن نوک‌تیزی داشت. لب‌های کوچیک، صورت اصلاح شده و خوش قیافه بود. دادستان ازش پرسید آیا اون مرد امروز در این دادگاه حضور داره و اون گفت بله و سپس با دست به تد باندی اشاره کرد. وقتی از ریموند کرو، افسری که از اتاق خوابگاه بازدید اولیه رو انجام داده بود، خواستن به جایگاه شهود بیاد، اون گفت من از سرسرای شمالی اول بازدید کردم تا ببینم آیا شاهد یا قربانی دیگه‌ای وجود داره یا نه. تو اون لحظه باندی به طور ناگهان تصمیم گرفت که خودش از شاهد درباره وضعیت صحنه جرم سوال کنه و از ریموند کرو خواست تا مرحله به مرحله اتفاقات و جزئیات رو بازگو کنه. خودنمایی، رفتار او در دادگاه و جلوی دوربین‌ها تقلیدی از یه نمایشگر اجتماعیه که قدرت و کنترلش رو ثابت میکنه. تحلیل محیط، هر نگاه، هر جمله اونو در موقعیتی قرار میده که هم در ذهن پلیس هم در ذهن مردم تصویر مطلوبش شکل بگیره. ماسک اجتماعی، توانایی او در نمایش همدلی و جذابیت نشون دهنده مهارت او در مدیریت هیجانات دیگرانه. دستگیری تد باندی پایان فیزیکی آزادی او بود، اما شروع یک نمایش پیچیده ذهنی و رسانه‌ای شد. اون تونست حتی در محدودترین فضاها، اتاق دادگاه، جلوی دوربین‌ها، میان خبرنگاران، کنترل روایت رو حفظ کنه. این همون ویژگیه که روانشناسان جنایی از اون به عنوان نبوغ سایکوپاتیک و هوش اجتماعی قاتلان سریالی یاد میکنن. وقتی از تد باندی صحبت میکنیم، چیزی فراتر از قتل‌ها و فرارها وجود داره. ذهن یک قاتل سریالی بخش اعظم شناخت ما از این ذهن از مصاحبه‌ها و جلسات او با روانشناس‌ها و همچنین تحلیل بازسازی‌های سینمایی و مستندها حاصل شده. باندی بعد از دستگیری چندین بار با روانشناسای دادگاه ملاقات کرد. نکته بارز این جلسات کنترل کامل او بر خود و گفتارش بود. پاسخ‌ها دقیق اما گاهی تفره‌آمیز. استفاده از شوخ طبعی برای کاهش فشار. ارائه تصویری کاریزماتیک و جذاب از خود حتی در موقعیت‌های اضطراب‌آور.
روانشناسا دریافتند که اون فاقد همدلی واقعیه، اما توانایی تقلید احساسات دیگران رو داره. همون ویژگی کلاسیک سایکوپت با ماسک اجتماعی. روانشناسان باندی رو با چند معیار بررسی کردند. 1. سایکوپتی، فقدان همدلی، خودشیفتگی، رفتارهای محاسبه‌گرانه و کنترل شده. 2. نارسیسیسم، حس برتری و نیاز به تایید، نمایش هوش و جذابیت اجتماعی. 3. رفتارهای ضد اجتماعی، عدم احترام به قوانین اجتماعی و اخلاقی، توانایی برنامه‌ریزی و انجام جرم بدون احساس گناه. این ترکیب باعث شد که باندی بتونه به راحتی اعتماد دیگران رو جلب کنه و از اون سوء استفاده کنه. در جلسات طولانی باندی گاهی جزئیات روانی خودش رو آشکار می‌کرد. احساس خلأ یا بی‌هویتی در دوران کودکی، لذت کنترل کردن دیگران و تست واکنش‌هاشون، تکرار فانتزی‌ها و تمرین ذهنی قبل از هر اقدام عملی. روانشناسان اینو نمونه از برنامه‌ریزی فانتزی محور و کنترل شده ذهنی می‌دونند که در قاتلان سریالی بسیار رایجه. طبق گزارشات، عکس‌های تد باندی با چهره‌های مختلف به عنوان یکی از 10 جنایتکار خطرناک تحت تعقیب FBI منتشر شد. چهره‌هایی که برای مدت طولانی تونسته بودن از پلیس مخفی بمونن. اما تد خوب تونسته بود مثل آفتاب پرست چهره‌شو به 100 مدل مختلف با توجه به زمانی که دستگیر میشه تغییر بده. او خوش قیافه و خوش صحبت بود و این بهش اجازه میداد هر کاری میخواد بکنه. در فیلم اکستریملی ویکت، زک افرون تلاش کرده همون کشش کاریزماتیک و ماسک اجتماعی رو نشون بده. نکته جالب، برخی جزئیات در فیلم اغراق شده، اما الگوی روانشناختی اون نزدیک به واقعیته. لبخند در دادگاه، نگاه مستقیم به دوربین و استفاده از شوخ طبعی برای کاهش فشار. مهارت‌ها در جلب همدلی خانواده‌ها و تماشاگران، حتی وقتی حقیقت تلخ بود. مقایسه با مستندهای واقعی نشون میده که فیلم‌ها بخش احساسی و سینمایی رو اضافه کردن، اما هسته روانشناختی او به خوبی منتقل شده. یه نکته مهم، باندی در برخی جلسات رفتار خود رو تحلیل می‌کرد، بدون ابراز پشیمانی اما با دقت و منطقی. او میدونست چه چیزی باعث جلب اعتماد قربانیان میشه. الگوهای رفتاری خود رو تشریح میکرد و حتی تحلیل میکرد که چرا جامعه نتونست اون رو زود شناسایی کنه. روانشناسان این رو نوعی هوش تحلیلی و فانتزی محور میدونن که با ویژگی‌های سایکوپتی ترکیب شده بود. درس‌های روانشناسی از مکالمات. 1. ماسک اجتماعی. او قادر بود احساسات رو تقلید کنه و دیگران رو فریب بده. 2. تمرین ذهنی. قبل از هر اقدام ذهن رو از طریق فانتزی و تمرین روانی آماده می‌کرد. 3. هوش اجتماعی. توانایی مدیریت احساسات، کنترل موقعیت و بازی با رسانه‌ها و مردم. 4. خودآگاهی. اون رفتار خودش رو تحلیل و بهینه می‌کرد بدون احساس گناه واقعی. اون چه فیلم‌ها و مستندها به ما نشون میدن بازتاب واقعیت روانشناختیه، نه صرفاً داستان جذاب. باندی یک نمونه زنده از سایکوپت با مهارت اجتماعی بالا بود، کسی که میتونست همزمان قربانیان، پلیس و رسانه‌ها رو مدیریت کنه. این الگو هم برای روانشناسان و هم برای تحلیلگران جرمشناسی یک مورد کلاسیک و نادره. بالاخره روزی رسید که تد باندی با سیستم عدالت روبرو شد و حکم اعدام اجرا شد. اما حتی در این لحظه نهایی چیزی توجه همه رو جلب کرد: لبخند آرام او. این لبخند نه از شادی بود نه از رضایت، بلکه یک نماد از کنترل و تسلط ذهنی بود. او همچنان تونست آخرین تصویر رو برای دیگران خلق کنه. لبخند نشان دهنده عدم ترس و اضطراب واقعی و استمرار ماسک اجتماعی بود. روانشناسان معتقدند این نوع رفتار نمونه از سایکوپتی با کنترل بالاست. حتی در لحظه مرگ اون تصویر خودش رو مدیریت میکنه. لبخند او میتونه چند تا معنا داشته باشه. 1. قدرت ذهنی پایدار. حتی در لحظه‌ای که همه چیز ازش گرفته شد،
ذهنش آزاد و قدرتمند باقی موند. 2. آخرین بازی با جامعه و رسانه ها. همچنان قادر بود تصویر خودش رو شکل بده و ذهنها رو درگیر کنه. 3. یادآوری مرموز بودن انسان. لبخندی که هم وحشت آوره، هم کنجکاوی آفرین. ما رو وادار میکنه فکر کنیم. تا کجا ذهن انسان میتونه پیچیده و دوگانه باشه؟ 2 روز قبل از اعدام تد تصمیم گرفت که اعتراف کنه. هدفش برای تأخیر در اعدامش بود. بنابراین با بیل هگمیر تماس گرفتن که برای صحبت با او به زندان بره. کار اون تشویق کردن باندی به صحبت بود تا شاید پرونده ها کامل تر بشن. وقتی از باندی میپرسه تو مرتکب چند جنایت تا حالا شدی؟ باندی جواب میده بیش از 30 تا. میپرسه در چه ایالت‌هایی و در چه بازه‌ای؟ و باندی جواب میده کالیفرنیا، اورگان، واشنگتن، آیداهو، یوتا، کلرادو و فلوریدا بین سالهای 1973 تا 1978. مجدد از باندی میپرسه از 30 جنایتی که انجام دادی چند نفر هنوز مدفون هستن؟ و اون جواب میده 10 نفر. مجدد ازش میپرسه در برخی پرونده ها شما سر قربانی ها رو از تن جدا کردید. به خاطر دارین چند نفر بودن؟ و اون جواب میده شاید 5 یا 6 نفر. سپس باندی آرام به افسر میگه سر دختران هاکینز رو قطع و حدود 20 تا 30 متر به بالای جاده برد و در 15 متری غرب جاده در روکی هیل ساید دفن کرد. اون سپس در بین صحبت‌هاش میگه بعد از مدت طولانی که در زندان هستم مردان زیادی رو دیدم که مثل من مرتکب خشونت شده بودن و اونها همگی درگیر مسائل پورنوگرافی بودن. وقتی به این لحظه نگاه میکنم چیزی که میمونه نه ترس مطلق، نه نفرت خالص، بلکه یه حس عجیب از تأمل درباره ذهن انسانه. تد باندی مرد، اما داستان اون در ذهن جامعه، در رسانه ها و در تحلیل های روانشناسی زنده باقی موند. شاید لبخند او تلنگریه، همیشه هوشیار باشیم نسبت به ظاهر و باطن آدم ها و بدونیم که ذهن حتی در تاریک ترین لحظات پیچیده و مرموز باقی میمونه. وقتی به کل داستان نگاه میکنیم چیزی که تد باندی به ما نشون میده فراتر از قتل هاست. ذهن او ترکیبی بود از هوش تحلیلی، تسلط اجتماعی و فقدان همدلی، ترکیبی که تونست هم قربانیان، هم پلیس و هم جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. از منظر فلسفی باندی یادآور اینه که ظاهر و باطن اغلب متفاوتن. لبخند آخر او نماد همین تضاده، هم جذاب، هم ترسناک، هم انسانی و هم غیر انسانی. از نظر روانشناسی داستان او یادآوری میکنه هوش، جذابیت اجتماعی و توانایی تقلید احساسات میتونه هم ابزار خلق و هم ابزار تخریب باشه. تجربه ما از پرونده باندی هم هشداره و هم دعوت به تأمل. هشدار درباره خطرات ناشناخته ذهن انسان و دعوت به درک عمیق‌تر از پیچیدگی‌های روان و رفتار انسان. و این بود نگاه ما به ذهن یک قاتل سریالی، مردی که رفت اما سایه او هنوز در تاریخ، روانشناسی و جامعه زنده است.